سلام، بریم با هم دیگه شروع کنیم حرکت‌های سالسا رو کار کنیم. قراره توی چند تا ویدیو حرکت‌های پای سالسا رو یاد بگیریم. اولین حرکتی که کار می‌کنیم پای بیسیک سالسا هستش. اول اصلا بهتون بگم که ما سالسا که کار می‌کنیم سالسا آن تو هستش یا نیویورک و حرکتی که کار می‌کنیم در اصل حرکت پای خانم‌ها هستش، چیزی که قراره با هم دیگه شروع کنیم. ریتمی که برای سالسا داریم این شکلیه: 1 2 3 5 6 7. بچه شماره 4 و شماره 8 هستن اون وسط، ولی معمولا روش حرکت رو انجام نمیدیم. البته یه جاهایی ازش استفاده میکنیم، ولی به صورت کلی شماره 4 و 8 استفاده نمیشه. رو بهتون بگم یه اصلی داریم توی حرکت‌های سالسا و اونم انتقال وزن هستش که خیلی مهمه. من وزنم رو یکی از پاهام نگه میدارم، پای دیگه بدون وزنه. دقیقا همین کار رو با پای دیگه هم میکنم. الان دارم وزنم رو انتقال میدم به پای، یه بار پای چپم، یه بار پای راستم. خب الان ما میخوایم از این حالت استفاده کنیم. من برمیگردم. حرکتی که ما شروع میکنیم از پای راست هستش. خب میخوام پامو بلند کنم و بذارم رو زمین. برای انتقال وزن چیکار میکنم؟ اول برای اینکه بتونم پای راستم رو بذارم رو زمین، وزنم باید رو پای چپم باشه. بگم راست چپ راست چپ راست چپ. خب پس الان با همون شمارشی که بهتون گفتم یه بار برید. از پای راست میشمارم، میشه 1 2 3 5 6 7. بریم همین حرکت رو که الان کار کردیم توی زاویه اصلی. خب قدممون رو از همون پای راست شروع کنیم. فعلا دست کار نداریم، دستام میزنم به کمر. پای راستم قرار به سمت جلو حرکت کنه. یه قدم کوچیک با پام میام جلو. پای چپم هم به سمت جلو میاد، ولی قدم پای چپم بزرگتر میذارم. پس تا الان چی شد؟ پام جفته، پای راست جلو کوچیک، پای چپ بزرگتر، پای راستم رو درجان میذارم. با شمارش تا اینجا بریم میشه 1 2 3. خب پس پای راستم رو درجان میذارم، شماره 3. حالا از اینجایی که رفتم جلو برمیگردم به سمت عقب. پای چپم برمیگرده عقب. 5 قدمم کوچیک‌تره. 6 رو بزرگتر میذارم عقب. پای راستم میذارم عقب. 7 پای چپ دوباره درجا. پس چه شکلی میشه کل حرکتم؟ ما جلو میریم و برمیگردیم عقب. میشه جلو جلو درجا عقب عقب درجا. یه بار دیگه 1 2 3 5 6 7. 1 2 3 5 6 7. خب نکته بعدی اینه که توی حرکت زانوهامو سفت نگه نمیدارم، میذارم راحت حرکت بکنه. زانوهام حالتش قشنگ خمیده باشه که بتونم از زانوهام استفاده بکنم. نکته بعد، از پنجه پاهام استفاده میکنم. پامو میذارم توی زمین، یعنی این شکلی قدم بر نمیدارم. قشنگ سعی میکنم پنجه پامو فشار بدم توی زمین که حرکتم طبیعی تر باشه. یه بار این حرکت که کار کردیم با آهنگ هم بریم. 1 2 3 5 6 7 1 2 3